سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز من و بچه هامون میخوایم کل روز رو با هم بگردیم. تا حالا همچین صحنه دیدید یا نه؟ اما دارم صحبت میکنن، بیادب نباشید، من بهتون یاد ندادم. وایستید بریم با هم دیگه یه روز خفن رو با این بچه های گل بگردیم. اگه این کانال رو سابسکرایب ندارید همین الان سابسکرایب کنید که اینجور ویدیو رو بتونید همیشه ببینید. آقا واقعا این منظره چقدر قشنگه، یعنی هیچ چیزی نیست غیر از این سبزه ها. فکر کنم فارم یه چیزی هست و یه میوه یه وجتبلی باید دارن درست میکنن، ولی خدایی خیلی قشنگه. وقتی صبح چشمو باز کردم اینجا رو دیدم. بریم اون طرفم نگاه کنیم. الان در حال حاضر من خودم هستم. مشتاق داخل خوابیده، در مثلا 8:30 صبح و داریم که خودم تنهام دارم میرم یه ذره اینجا رو راه برم، یه اکسپلوری کنم این منطقه رو و برگردم بیام برم سراغ مهرداد. فکر میکنم اینجا یه تیکه از چیز باشه، پارت فارمینگشون باشه، مثلا از این نون غذا برای حیوانات، مثل گاوا و گوسفندا درست میکنن این تو، یا اینم پروسسش میکنن، چیکارش میکنن. خدایی راه رفتن توی طبیعت اول صبح اصلا یه چیز دیگه است. هوای تازه است، انرژی خوب آدم میگیره آخش، و این آفتاب خوشمزه ترین پارت روزه. این آفتاب، اگه واقعا این آفتاب نما، من الان توی خونه نشسته بودم. بچه با گاو میاد. ای وای گاو. بچه ها اینجا فارم گاواست، بریم ببینیمش. چقدر زیاده. بچه یه احساس خیلی بدی دارم، این گاوا الان دارن چش تو چش همش نگاه میکنن. باشه رفتن، حمله نکنید بهم. پشت سر منو نگاه کنید، یعنی قشنگتر از این صحنه هستش. خدای من خیلی دوست دارم اینا رو. اون گاوا اونور، این غذاهاشون اینجا، این بوی گندی که روی هواه و چند تا دیگه خرگوشم اون طرفه. دیگه چی بهتر از این؟ اگه گوسفند و گاو که هست، گوسفند و اسب و خر و الاغم باشن دیگه همه چی پرفکت. چقدر اینجا غذا. لاستیک چرا اینجاست دقیقا نمیدونم. بچه ها گوسفندا هم دارن میان اینجا، جای غذاشونه و فکر میکنن ما غذا داریم بهشون بدیم و دارن میان. اومد. سلام، حمله نکنی. آره ببین همشون میگن بعد آخر سر میگه با 1 2 3 آقا اینا هی ولکن نیستن، برید دیگه، بچه ها غذا ندارن. ببخشید، شرمنده تو رو خدا. وای بچه ها خیلی خفن بود، تا حالا اینقدر نزدیک باشون صحبت نکرده بودم. Benji, drop it here. Here, good boy. Back. Benji, good boy. Drop it. Good boy. Drop it. Go back. Drop it. Go back. آفرین.
Good boy. خب بریم ادامه این پیاده روی، ولی اول این بنده خدا رو گذاشتن اینجا توی ماشین به خاطر اینکه سگای دیگر رو نخوره. تو سگای دیگر رو میخوری بنجی؟ آره. چرا بستنت تو ماشین؟ چرا؟ آها ببینید کی اومد. من خواب بودم تا الانم نتونسته بودم درست حسابی بخوابم، ولی به خاطر اینکه دیشب تا دیر وقت از دست بنجی بیدار بودم. تو نبودی مرشداد، من یه دوستای جدید پیدا کردم. الان میریم این دوستای جدید رو بهت نشون میدم. خیلی دوستای ناز و نرمیان. چی پیدا کردی؟ اردک پیدا کردی؟ یا نه. گاو؟ هم گاو پیدا کردم هم بابایی. با هم دیگه سلفی گرفتیم. پیاده روی وسط مزرعه ها خیلی حال میده، ولی الان فقط یه چیزی کوچولو بعد اینکه یه کمی باد میاد. گاو؟ گاو؟ گاو خودتی. نه گاو. 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 گاو خودتی. گاو. 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 گاو خودتی. گاو. بچه ها امروز فردای دیروز یه کلی قصه بدیم نتونستیم بریم، ولی اینو گوش کنید ببینید کجا آوردمتون. اومدیم پیش گاوای شیری. سلام. سلام. میترسن. این دوتا گاوه از همه خوشگل‌ترن. مثل خودت. نگاه کن چشمش چقدر خوشگله. خودت جدی میگم. میشه نازشون کرد؟ نه بابا. گاز میگیره. و همشون پاشون تک داره. گاو که گاز نمیگیره که. خلاصه که امروز دوباره یه روز گاوی داریم. بعد یه چیز خیلی قشنگتر بهتون بگم بچه ها. قراره که بریم تو اون خونه چوبیه اونجا شیر اینا رو بگیریم بخوریم و ببریم. بچه یه چیز خیلی باحالی که داره، بیاین یه چیزی رو نشونتون بدم. اینجا یه مغازه فارمیه، یعنی همه چیش لوکاله، همه چیش مال خود همین فارمه، ولی هیچ کسی توش کار نمیکنه. بیاین جلو. توی این قسمتی که میبینین از این ماشینا گذاشتن، هر چیزی که دلت میخواد خودت انتخاب میکنی، پولش رو با کارت پی میکنی و قسمت باحال این شاپ اینجاه. نکنید اینجا مراحل ساخت پنیرشون رو دارن نشون میدن که چطوری این پنیرایی که اینجا هست رو درست میکنن و اینجا هم خود فامیلیه. این عکسی که میبینید همشون کل این خانوادن که این فارم رو دارن. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه اینجا. خب الان تو میخوای چی بگیری؟ اومدیم مثلا اینجا که شیر بخریم. موقع هم برو شیر بگیر. خب باتلا کجاست؟ glass milk bottles. اینا ها بالاست. خب اول میگه باید پی کنیم. آره. اینم شد شیر تازه گاو. Let's go. چه اکسپریانس باحالی بود اومدیم تو این فارم
تا حالا من گاوا رو مثلا اینجوری دیده بودم ولی ندیده بودم که شیرش هم همین بغل بفروشن بدن. خیلی چیز باحالی بود. حالا بریم خونه تست کنیم ببینیم شیره واقعا خوشمزه است یا نه. واقعا فرق داره با شیرهایی که بیرون تو سوپرمارکت ها میفروشن. الانم که دیگه مسافرتمون تموم شد داریم بریم خونه. آره واقعا دیگه تو این روز آفتابی ولی سرد یعنی یخ کردیم و دیگه بریم. بچه سرمایه زیاد آدمو خسته میکنه دوباره. آره بدنتو یه جوری میکنه. داریم برمیگردیم به روزانه عادیمون. جاده جلو چه قشنگه، خیلی خوشگله. Let's have a look. Going home to God.